ECU زیمنس CIX48 داریم که ECU بای فیول هست. سیستم ایموبیلایزر این خودرو یک مقدار متفاوت از خودروهای دیگه است. این ماشین سوئیچ گم کرده و ما قصد عملیات تعریف سوئیچ روی این سیستم رو داریم. یه سری قلقا داره که حتما بهش توجه بکنید که سریع بتونید عملیات تعریف سوئیچ این سیستم رو به راحتی انجام بدید. توی سیستم هایی که دارای ایموبیلایزر هایی هستن به نام ایموبیلایزر های ICU2 که روی یونیت ایموبیلایزرشون دقیقاً گزینه ICU2 ها شما میبینید. دقت داشته باشید که تگ سوئیچ اینا نه 7935 نه 7936. تگ سوئیچ سیستم های ایموبیلایزر ICU2 تگ به نام تگ SAT که همون تگ SAT که شما تگ SAT رو باید حتما توی یونیت های ایموبیلایزری که ICU2 هست استفاده کنید. اگر از اون دوتا تگ دیگه شما استفاده کنید عملیات تعریف سوئیچ شما به هیچ عنوان انجام نمیشه. بیایم با هم دیگه مراحل تعریف سوئیچ این مدل ECU و این مدل ایموبیلایزر رو با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم به چه شکل انجام میشه. از منوی خودروهای سواری وارد میشم. میخوام کد سوئیچ این مدل ECU اول استخراج بکنم که راحت بتونم عملیات تعریف سوئیچمو انجام بدم. خواندن کد OBD زیمنس، کد سوئیچ 374A هست. این کد سوئیچ یادداشت میکنید. از برنامه خارج میشیم. روی خودروی مورد نظر ما خودروی پارس هست. وارد ایران خودرو میشیم. پژو پارس رو انتخاب میکنم. سیستم ضد سرقت. اینجا شما زیمنس های مختلفی میبینید اما اینجا باید گزینه ICU2 انتخاب بکنید. از هر گزینه‌ای برید شما جواب نمیگیرید. گزینه ICU2 نوع A کانکت میشیم. اینجا وقتی وارد پارامترها میشیم میگه 2 تا کلید قبلا واسه این ماشین تعریف شده. من میخوام کلیدا رو کلا پاک بکنم و کلیدای جدید تعریف بکنم. وارد گزینه عملیات ویژه اسپیشال فانکشن میشم. ECU میخوام ریستش بکنم. اگه یادتون باشه اینجا کد 4 رقمی دستگاه به ما داد، اما شما الان هر چی کد 4 رقمی وارد بکنید نگاه بکنید 374A هیچ اتفاقی نیفتاد. شما هر چی کد اینجا وارد بکنی عملیات جلو نمیره. توی خودروهای ایران خودرو عدد اولا 1 میذارید، 4 رقم کدی که دستگاه خون 374A و الان میشمارم 1 2 3 4 5 3 تا 1 دیگه میذارم که جمعشون میشه 8 تا. یعنی عدد اولا 1 میذارم، 4 رقم بعدی کد سوئیچی که دستگاه خوند رو میذارم و مابقی هم 1 میذارم. اینجا اینتر میزنم. الان عملیات رفت جلو و گزینه اینتر رو میزنم. الان عملیات ریست ایموبیلایزر به صورت کامل انجام شد. خارج میشم و میام ECU هم اینجا ریست میکنم. مجددا اینتر عدد 1 گزینه اینتر رو میزنم. الان ECU منم ریست شد. الان هم ICU هم ECU ریسته. الان از این منو خارج میشم. الان تمام کلیدهای تعریف شده روی سیستم کلا تعریف نشده است و ماشین بدون کلیده. حالا کاری که من میام انجام میدم یه دونه تگ SAT میام میذارم داخل توقه ترانسپوندر، میذارم قسمت مرکزش. حالا میام اینجا بحث عملیات تعریف کلیدا انجام میدم. میام توی بحث تعریف کلید میگه تا 5 تا کلید شما واسه این خودرو میتونید تعریف کنید. من فعلا یه دونه میخوام تعریف بکنم. میگه سوئیچ ها ببندید، کلید اول داخل مغزی سوئیچ بذارید و کلید ها باز بکنید. الان کلید اول من لرن شد. میزنه کلید اول لرن شد. از برنامه خارج میشم. الان من اگه وارد قسمت پارامترها بشم گزینه 4 رو نگاه بکنید. نوشته تعداد 1 عدد کلید اینجا
تعریف شده، اما باز الان خودرو روشن نمیشه. شما باید بیای مجددا ICU و ECU ما تعریفش بکنید. الان لرنینگ ICU انجام شد، اینتر میزنم، میام و بحث لرنینگ ECU انجام میدم. عملیات لرنینگ ECU هم انجام شد. الان هم ICU هم ECM هم سویچ روی خودرو تعریف شد.